برادران عزیز، انشاءالله فکر میکنم که از خودم سرکردگی تا همه شما را یک خستگی هم پیدا شدگی هست و در دقیقه های اندک انشاءالله من برای شما یک صحبت میکنیم تا با گفت عزیزای خدا، با گفت بندگان خدا که دعا میکردن خدایا همنشینی عاقلان کن، خدایا همردیف عادلان کن، با گورستان از آن روزه بخسبم مرا همسایه صاحب دلان کن. ما الحمدلله رب العالمین میگیم که امشب همنشینی ما و شما چه زیبا همنشینی بود. محمد صدیق منشاوی در اطراف حیات با سعادت شوهر فاطمه دختر محبوب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پدر امام حسن و امام حسین، حضرت علی رضی الله عنه، در کتابش میارد که وقتی روزی عید رمضان بود حضرت علی را نزدیکا و رفیقانش در حالت گریان دیدن. برادران، روزهای عید اصلا بینین که در چشمه های ما و شما اشک نیست، بلکه روز فرح و روز خرسندی است. وقتی که از حضرت علی برادران عزیز پرسیدند که مقصد علت گریه چیست، حضرت علی گفتند یک ماه الحمدلله رب العالمین بازم چقدر فقری که داشتم این ماه مبارک روزه گرفتم، شب زنده‌داری ها کردم، قرآن را تلاوت کردم و دیگر عبادت های را انجام دادم. در خیالم این میگذرد که این زحمت های من پیش الله مهربان قبول شده باشد یا نه. زنده هاست برادران عزیز، همه ما هم بعد این قدر بیخوابی هایی که در این ماه مبارک یا خواندن از ورق های بسیار زیبای قرآن و یا از خواندن نماز تراویح، از آمدن 5 وقت به مسجد، از خاتمه این، از قبول این، باید ما هم اندیشه داشته باشیم که آیا پروردگار مهربان این را از ما و شما پذیرفته باشد یا نه؟ آیا الله مهربان روز قیامت ما را از صف روزدارانش بلند میکند یا نه؟ این اندیشه هم باید در ما و شما باشد. برادران عزیز، در حدیث های پیامبرمان شب قدر با چندین روایت هایی که آمده است در شبهای طاقی آخری از ماه رمضان شما شب قدر جستجو کنید. وقتی حضرت مادرمان، برادران عزیز با دقت باشیم برادران عزیز، وقتی زیاد صحبت نمیکنیم، ولی این قدم های شما و این زحمت های شما، من اینجا در آگاهی دارم برادران چقدر از راه های دور آمدن، چقدر زحمت ها کشیدن، چقدر اخلاص ها قطعی آمدن. زین لحاظ این لحظه ها بسیار لحظه های غنیمت هم. حضرت عایشه مادرمان وقتی که این سخن پیامبر که شنید در شبهای طاقی از آخر این ماه شب قدر جستجو کنید، مادرمان حضرت عایشه سوال داد: حضرت، مبادایی که اگر ما همیشه یافتیم
بگذار شب 23 بود، 25 بود، 27 بود، خلاص همین شب ما یافتیم. آیا در این شب ما اقول فیها چی گوییم؟ پیامبرمان به حضرت عایشه تعلیم دادند قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای عایشه در این شبی که ما قرار داریم بگو پروردگارا تو بخشنده ای، خداوندا تو بازم آن که بخشنده ای با بخشیدن را دوست می داری. الله مهربان سهو و خطای مرا ببخش. این تعلیمات پیامبرمان و مادرمان حضرت عایشه بود. برادرای عزیز، من پیش از آنی که در دوام صحبت برای شما چیزی گویم خوب دقت کنید که برای چی پیامبرمان گفت از بین مردها محبوب ترین مرد به سوی من ابوبکر صدیق است و از بین زنها محبوب ترین زن به سوی من عایشه است. برادرای عزیز، این سؤال عایشه را ببینید از پیغمبر نازنین. آیا زنی که از دین برای تو سوال کنه دوستش نمیداری؟ ولی برادرای عزیز، امروزه از همین زنهایی که از ما و شما هستند کم از زنی که از ما و شما سوال کنن که همین شب قدر مردک چگونه باید سپری کنیم، یا خوابه یا یگان کینو تماشا داره یا پروای شب قدرم نداره. قسمت از این ما همه اینها را برادر در نظر ندارم، ولی عایشه محبوب ترین زن پیامبر به خاطر آن بود که وی محبتی در دین داشت، وی پشتیبانی از دین داشت و یک کان حیا بود. حتی بین حدیثی را که حضرت عایشه مادرمان خود روایت میکند که پیامبرمان گوید یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. روز قیامت وقتی که شما سر میبردارین در بدنهاتان لباس ندارین، پایهاتان لوچه، مردها در حالت بلند می شود که حتی ختنه نشده‌اند. عایشه مادرمان این سخن پیامبر را گوش کرد و بعد از آن گفت الرجال و النساء جمیعا ینظر بعضهم الی بعض. مردها و زنها همه یک جا، اینها یکدیگر را میبینند. برادر عزیز، مادرمان عایشه را خیالش در حیا هست. یعنی ما زنهایی بودیم که در دنیا ما را کسی از مردهای بیگانه ندیده بود، نه آستین کلته ما ندیده بود، نه پایهای لوج ما ندیده بود، نه میانهای باریک ما ندیده بود. آیا روز قیامت ما در نظر اینها نمایان میشه؟ پیامبرمان باز برای دوام این حدیث گفت الامر اهم من ان ینظر بعضهم الی بعض. عایشه گفت او روز آنقدر روز سختی هست که انسانی که در پهلوت اگرچه پدرت باشد نمیشناسیش، دیگر با اون نظرم نداری، با اون اهمیت هم نمیکنی، فقط وانفسی میگوی که خدایا جان من خلاص کن. خلاص برادران عزیز، حقیقتا اگر چی قدر خواهرها و مادرای ما پاک دامن و با حیا باشند، چقدر جامعه ما آزاده ای، چقدر جامعه ما آلفته ای، چقدر جامعه ما نیک و خیر ای. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را میگفت جهان را خرمی از امهات است، نهادشان امین کائنات است. اگر این نکته را قوم نداند نظام کار و بارش بی ثبات است. شما یقین دانید که همه میگد بر مادرها وابستگی دارند، همه از مادرها وابستگی دارند. اگر این نکته را ما ندانیم برادرای عزیز، ما هیچ وقت آن خیری را که جستجو داریم
دریاب کردن میتونیم. برادران عزیز، من یک نکته دیگر را میرسانم برای شما، بعدا خدا خواهد دعا میکنیم. نکته ای که من برای شما رسانیدنی بودم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، من وقتی آیت میخوانم گمانم همینه که شما معنای آیت میفهمید. انما المؤمنون اخوة. ببین چقدر نام زیبامان ماندن. همه ما و شما یک نام زیبا داریم: امت محمد صلی الله علیه و سلم. هر نفری را که اگر پرسند امتی کی، امت محمد صلی الله علیه و سلم. آیا این عاقلانه هست برادران عزیز که این نام زیبا را ما سزاوار شدیم تا جای دلهای ما پر از رحمت، پر از برادری، پر از همکاری باشد؟ دلهای ما پر از بغض، پر از کینه، پر از حسد است. برادران عزیز، فکر میکنم که حتی برای ما دیر شده است. ما باید در قلبهامان نهال برادری شنانیم. باید قلبهای ما لبریز از برادری باشد. باید که ماها از یک قصه ای که حتی در سوره نمل، در سوره مرچه میگذرد: قالت نملتو، الله مهربان میگه قالت نملتو یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. الله مهربان ببینید برادرای عزیز، وقتی حضرت سلیمان همراه عسکراش در وادی مرچه ها داخل شد، میگه مرچه، الله مهربان میگه صدا زد. مرچه چی گفت؟ یا ایها النمل. مرچه های دیگر گفت: ای مرچه ها، ادخلوا مساکنکم، در داخل سوراخی هاتون درآیید. لا یحطمنکم سلیمان و جیوشه و هم لا یشعرون، تا سلیمان و عسکران سلیمان شما را پایمال نکنند ناآگاهانه. آنها درک ندارند، شما را نمیبینند تا شما را پایمال نکنند. مفسرای گرامی برادرای عزیز در زیر این میگد این مرچه را ببینید، این مرچه را ببین که برای مرچه های دیگر نگران است و میتونست که با تنهایی خودش در داخل سوراخش درآید، ولی فریاد زد مرچه های دیگر را که داخل سوراخی ها شوید تا شما را سنبه های اسب ها پایمال نکند. صاحب تفسیر میگه اگر همین مسئولیتی را که مرچه احساس کرد، اگر امت محمد صلی الله علیه و سلم احساس کنند، اینها اینقدر خسته و پریشان و پراکنده نمیشود. ولی افسوس برادران عزیز که ماها در غم جان یکدیگر نیستیم. ما در نسبت یکدیگر شاید نگاهی نداشته باشیم. حدیثی را خواندم که ثلاث من کن فیه، در کدام انسان سه چیز باشد برادرای عزیز، سه چیز باشد: لا یغفر الله له سوى ذلك، غیر همین سه چیز را میگه خداوند میبخشد، ولی این سه چیز را میگه الله نمیبخشد. اینها چیا هستند؟ یکم، هر کسی که از دنیا رحلت کند زمانی که همراه او شرک باشد، شرک با خدا آورده باشد و با همین عقیده شرک‌آلود خود دنیا را پدرود گوید، این پیش الله مهربان میگه بخشیده نمیشود. دوم برادرای عزیز، لم یکن ساحرا، دوم کسی که جادوگر نباشد. دوم نفری را که الله مهربان میگه نمیبخشم، این نفر جادوگر است.
ولی در این وطنهای ما و شما هم جادوگرها بسیار داریم. حتی از برادرای ما و شما هم با شاید که پیش امونها برای یک حاجتی هم که روند، پیامبر گرامی میگو من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی پیش یک جادوگر برای یک حاجت می رود یا سخنی او را تصدیق میکند، او با قرآنی که بر محمد نازل شده است کافر شده است. دوم اینا گفت. سیوم گفت ولم یحکر اخی. سیوم گناهی را که خدا نمیبخشد این است که کسی برادر مسلمانش را تحقیر میکند. زین لحاظ برادران عزیز، ماها باید در نسبت یکدیگر بسیار گمان نیک داشته باشیم. ولی ابوبکر وراقی را قصه‌اش میاره، مولوی جنونی میگه پدر را یک شب او دید در خواب پریشان حال بین جمع احباب. بگفتش ای پدر چون از حالت، چرا زرد از گلگون جمالت؟ پدرش وقتی در قبر ماند، آخی پدری سرشاگرد بود، پدری آدمی با تقوا بود، پدری همه کارش ای ترس خدا بود. وقتی در خواب دید که چهرش زرد، دید بسیار ناراحت، از پدرش سوال کرد. پدرش در جواب بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. وقتی که شما مرا ترک کردین رفتین کارم بچم بسیار مشکل شد. مشکلیش چی بود؟ ندای شد چه آوردی به درگاه، چی داری از عبادت توشه ای را؟ بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و تقوا، زود و تقوا. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق ترین شایسته محصول. وقتی گفتم 60 حج کردم پروردگارا، نماز خواندم، روزه داشتم، ای ترس تو مقصد یک قدمی بیجا نماندم. میگه جوابی آمد که اینها نزد خدا قبول نشیدند. با چی داری؟ بلرزیدم به خود زان وهم چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. از ترس میگه دندان به دندان زدم، دندان هم شکست. ندای شد که روز یاد داری، گرفتی خارک از رهگذاری. مبادای خلد در پای مؤمن، بیازارد کفی جوینده دین. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. میگه تو روز یاد داری که یک خار را از سر راه گرفتی که تا در پای یک برادر مؤمن نخلد. همین عمل تو گفت برای ما بسیار خوش آمد و ما به خاطر این عمل نیکت ترا در قصرهای جنت جا کردیم. ما حدیثی مشهور هم داریم، لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنه فی شجرة قطعها من ظهر الطریق کان توزی المسلمین. مردی را در جنت دیدن که همه امکانیت داره در درون جنت، همه شرایط دادگیان. میگه پیامبر گرامی پرسید این کی باشد؟ گفتن یک نفری بود که یک نوده درختی که مردم آزار میداد همون را پاره کرد، دور کرد. خداوند همه امکانیت برای این مرد داد. عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها فوجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن. پیامبر میگه شب معراج اعمال امتام، بدیها و نیکیهاشون پیش چشمم عرضه شد. گناه بد اینها را دیدم کسی در مسجد توف میکند و او را نمیپوشاند و نیکی ترین نیکی ها را دیدم که چی بود؟ العزا یمات عن الطریق، آزار از سر راه مسلمان دور کردن بالاترین ثواب بود است. برادران عزیز، از این رساندنی ها اینقدر برای شما گفتنی هم که در نسبت یکدیگر ترحم داشته باشید. بر نسبت برادراتان همیشه گمان نیک داشته باشید. ابو مسلم خولانی را حکایه میکنن، میگه میخواست از راه گذرد که در جاش توقف کرد، ایستاد. گفتن حضرت چرا نمیگذری؟ گفت در اونجا یک توده مردم ایستادگی است،
قاعده سنت همینه که آدم طاقه گذار، آدم طاقه باید جماعت سلام تیاد. حاضر من اگر گذارم اونها را سلام تیم، اونها سلامی مرا جواب نگردانند و همه اونها در من سببگار گناهگار شدن اونها میشم. بگذار در همین جا میستم تا پراکنده شدن همون قوم. یعنی نمیخواهم که به خاطر من اونها گناهگار شوند. چی گمانهای نیک داشتند برادرای عزیز. زین لحاظ نمازم الحمدلله نعمت های، روزه هم نعمت های، ولی برادری و یکدیگر احترام کردنم این بسیار یک گویم داغی روزه برای ما و شما. الله مهربان در بین همه ما و شما الفت و محبت زیاد بگردانه و در گرد این موضوع بسیار گفتنی ها هست، ولی انشاءالله گفتی عزیزای خدا یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. انشاءالله برای انسانی که اهل فهم باشد همین آیتی که مؤمن برادر مؤمن است برای ما و شما کفایت میکند. در حق یکدیگر بدبین نباشیم، بدخواه نباشیم. یکدیگر ها را گفتی استاد ما که در بین ما و شما همین خبرکشی به حد رواج شده. خدا تونه این خار ذلیل نکنین، اینقدر خدا تونه ناکس و نالایق نکنین و در نسبت یکدیگرتان دائم گمانهای خوب داشته باشین و همیشه پشتیبانی کنین. از پشت یکدیگر دائم دعای خیر کنین. خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، مپسند که کس رازی تو آزار رسد. خواهی که پل صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. خداوند عاقبت همه ما به خیر، ایمان ها با سلامت نگه داره. این ساعت هایی که الحمدلله دامله ها نوبت به نوبت برای ما و شما گفته گذاشتند، خدای مهربان توفیق عمل کردنش بر ما و شما نصیب بگرداند. خواجه حافظ می گفت چنان زندگانی کن تو اندر جهان که گر مرده باشی نگویند که مرد. همچنان زندگی که نامت به نیکی باقی مانه، همیشه در راستی تو دائم گمانهای نیک باشند. نگن که خوب شد همین بدبخت مرد، بلکه بگن که زیق شوند، غمگین شوند که یک برادری ما از دنیا گذشت. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. السلام علیکم.